ای هارون، ای هارون، ای دیوانه، که عقلی تو می درآید؟ من دیوانم یا تو؟ البته که تو دیوانه ای. عاقل بودنت را چگونه اثبات میکنی؟ من میدونم که قصرهای با حشمت تو ابدی نیست، اما حیات آخرت ابدی است. من برای آخرت آمادگی میبینم، تو باشی برای دنیا. قصرها بنیاد داری و دنیای خود را آباد میسازی و آخرتت را خراب. با این خاطر میترسی که این آبادی را گذاشته به آن ویران نروی، در حالی که تو انیق میدانی خانه آخرتت آنجاست. هارون، اکنون به من گوی که دیوانه است؟ به خدا قسم که راست میگویی. باز یگان نصیحتم کن. کتاب خدا برای تو بسنده است، به آن چنگ زن و رستگار شو. یگان احتیاج داری که آن را برآورده کنم؟ بله، 3 خواهش دارم. اگر تو آنها را برایم اجرا کنی، از تو سپاسگزار خواهم شد. بگو. عمرم را دراز کن. من نمیتوانم. مرا از چنگ عزراییل نجات ده. این از دستی من نمی آید. پس مرا وارد بهشت ساز و از دوزخ نجاتم ده. من قدرت این را ندارم. این طرف که باشد تو غلام هستی نه شاه، و من از غلامان حاجت نمی پرسم.